قانون اول: هرگز از بالادستان خود پیشی نگیرید. اجازه دهید رئیس‌های شما همیشه احساس برتری داشته باشند. برای تحت تأثیر قرار دادن و شاد کردن آنها هرگز هوش خود را مطرح نکرده و ضد آنها رفتار نکنید. زیرا این رفتار به معنی القای ترس و ناامنی است. بگذارید باهوشتر از آنچه هستند نمایان شوند تا بتوانید قلعه‌های قدرت را فتح کنید. همه حس ناامنی دارند. وقتی در دنیا خود و استعدادهایتان را به نمایش می‌گذارید، آزردگی، حسادت و دیگر نمادهای ناامنی را تحریک می‌کنید. این امر بسیار طبیعی است. نمی‌توانید با نگرانی نسبت به احساسات بی‌ارزش دیگران زندگی خود را تلف کنید. اما باید با افراد بالادست خود رفتار متفاوتی داشته باشید. وقتی بحث قدرت در میان است، درخشانتر بودن از بالادست شاید بدترین اشتباه باشد. فکر نکنید از زمان لویی 14 و حکومت زندگی دگرگون شده است و آن قانونها در زمان شما حاکم نیستند. افرادی که در زمان خود موقعیت‌های بالایی به دست می‌آورند، مانند پادشاه و ملکه، همیشه می‌خواهند موقعیتی مطمئن داشته باشند و در هوش، زیرکی و جذابیت از اطرافیان بالاتر باشند. باور نادرستی است که می توانید با خودستایی و نمایش استعدادها و هوشتان محبت رئیس را جلب کنید. در ظاهر رئیس از شما قدردانی می کند، اما در اولین فرصت فردی با جذابیت، هوش و تهدید کمتر را جایگزین شما می سازد. بالادستی ها حقیقت را اقرار نمی کنند، بلکه برای رهایی از شما بهانه‌ای می‌یابند. این قانون 2 قاعده دارد که باید آنها را درک کنید. نخستین قاعده: می توانید با بی‌توجهی از رئیس پیشی بگیرید اگر تنها خودتان باشید. رئیس‌هایی هستند که بیش از دیگران احساس ناامنی می‌کنند. با وقار و جذابیت خود به طور طبیعی از آنها درخشانتر می‌شوید. دومین قاعده: هرگز با تصور مورد علاقه رئیس بودن هر کاری انجام ندهید. به خاطر داشته باشید، هرگز موقعیت خود را قطعی فرض نکنید و اجازه ندهید هیچ لطفی شما را مغرور سازد. با دانستن خطرهای پیشی گرفتن از رئیس می توانید از این قانون به سود خودتان استفاده کنید. نخست باید از وی تعریف کرده و چاپلوسی کنید. چاپلوسی زیاد می تواند مؤثر باشد، اما ایرادهایی هم دارد. در نظر درباریان دیگر، چاپلوسی واضح و مستقیم بد است و روش ملاحظه‌کارانه قدرتمندتر است. برای نمونه، اگر از رئیس باهوشتر هستید، برخلاف آن نمایان شوید و وانمود کنید که از شما باهوشتر است. مانند آدمی بی تجربه خود را نیازمند تجربه او بدانید و مرتکب اشتباه‌های ساده‌ای شوید که صدمه‌ای به شما وارد نکند، اما فرصت دریافت کمک از سوی رئیس را در اختیارتان قرار دهد. رؤسا چنین درخواست‌هایی را می‌پرستند. رئیسی که نتواند تجربیاتش را در اختیار شما بگذارد، ممکن است با شما با حالتی دشمنی رفتار کند. اگر نظرهای شما از وی خلاقانه تر است، تا اندازه ممکن در موقعیت‌های عمومی آنها را به وی نسبت دهید و واضح بیان کنید که پیشنهاد شما
برگرفته از پیشنهاد وی است. اگر در شوخ طبعی از رئیس پیشی گرفتید مشکلی نیست که نقش دلقک دربار را بازی کنید، اما در مقایسه با خود او را سرد و بیمزه نشان ندهید. هنگامی که لازم است دست از شوخ طبعی بردارید و راههایی بیابید که او را سرچشمه شادی و سرگرمی نشان دهد. اگر از وی اجتماعی تر و بخشنده تر هستید، دقت کنید که مانند ابری نباشید که مانع تابش او به دیگران شود. او باید مانند خورشید مرکز توجه باشد. سرچشمه‌ای که هوش و قدرت از او پخش می شود و دیگران در پیرامونش هستند. اگر در موقعیت سرگرم کردن وی قرار گرفته باشید، با ارائه روش‌های محدود نظر او را به سوی خود جلب کنید. اگر تلاش کنید تا با بخشش و لطف خود بالا دستانتان را تحت تاثیر قرار دهید، خرابکاری به بار می آورید. در چنین شرایطی تغییر ظاهری توانایی‌هایتان که در نهایت به قدرت می‌رسد نشانه ضعف نیست. زمانی که اجازه می‌دهید دیگران از شما درخشان‌تر باشند، همه چیز در کنترل شما بوده و قربانی ناامنی دیگران نخواهید شد. اما زمانی که می‌خواهید بالاتر از زیر دستان خود قرار گیرید، این برخوردها می‌تواند مفید باشد. آسمان جولانگاه یک خورشید است. هرگز مانع تابش نور خورشید نشوید و با درخشش آن رقابت نکنید، بلکه در آسمان ناپدید شوید تا شکوه ستاره برتر نمایان شود. از درخشش بیشتر نسبت به بالادستان دوری کنید. هر گونه برتری زشت است، اما برتری یک زیردست بر شاهزاده نه تنها احمقانه بلکه مرگبار است. این درسی است که باید از ستارگان آسمان بیاموزیم. درخشش آنها به خورشید وابسته است و شاید بسیار درخشان باشند، اما هرگز در محفل او نمایان نمی شوند. نمی توانید همواره نگران ناراحت شدن اطرافیان خود باشید، اما باید در شرایطی به صورت گزینشی ظالم شوید. اگر رئیس ستاره‌ای در حال افول باشد، از درخشش بیشتر نسبت به وی نترسید. در این شرایط بخشنده نباشید، زیرا رئیس شما هنگام اوج گرفتن خود این ویژگی را نداشت. با سنجش قدرت وی سقوطش را با احتیاط سرعت ببخشید و در لحظه‌های کلیدی با جذابیت و هوش خود از او پیشی بگیرید. اگر بسیار ضعیف باشد و آماده سقوط، اجازه دهید طبیعت نقش خود را بازی کند. اما اگر موقعیت محکمی دارد و شما از توانایی بالای خود آگاهید، در انتظار زمان بمانید و صبور باشید. به طور طبیعی قدرت هر چیزی کم می شود. روزی او سقوط می کند و اگر درست رفتار کنید از او بیشتر عمر کرده و روزی از او پیشی خواهید گرفت. قانون دوم، هرگز به دوستان خود اعتماد زیادی نداشته باشید. یاد بگیرید چگونه از دشمنان خود استفاده کنید. مراقب دوستان خود باشید. آنها به سرعت به شما خیانت می کنند، زیرا حسادتشان
به سادگی برانگیخته می شود و ظالم و فاسد می شوند. اما اگر دشمنی قدیمی را اجیر کنید از یک دوست وفادارتر است، زیرا چیز زیادتری برای اثبات کردن دارد. در حقیقت از دوستانتان بیشتر بترسید تا از دشمنانتان و اگر دشمنی ندارید راهی برای آن بیابید. ضرب المثل چینی دوستان را با آرواره‌ها و دندان حیوان‌های خطرناک مقایسه می‌کند. اگر مراقب نباشید خود را لای دندان‌های آنها می‌یابید. وقتی امپراتور سانگ به پادشاهی رسید، آرواره‌ها را شناخت. دوستانش در ارتش او را مانند گوشت می‌جویدند و اگر به گونه‌ای زنده می‌ماند، دوستانش در دولت او را همچون شام میل می‌کردند. او باید از دوستانش دوری می‌کرد. سانگ املاک ارزشمندی را به ژنرال‌ها رشوه داد و آنها را از خود دور نگه داشت. ضعیف کردن آنها بهتر از کشتنشان بود. شاید کشتن آنها منجر به انتقام جویی می شد و سانگ نمی دانست با وزیران دوستنما چه رفتاری داشته باشد. سانگ به جای اعتماد به دوستان از دشمنانش استفاده کرد و آنها را به متعهدانش تبدیل کرد. دوستان توقعهای زیادی دارند و از روی حسادت عصبانی می شوند، در حالی که دشمنان پیشین هیچ توقعی ندارند و همه چیز را به دست می آورند. مردی که حکم اعدام با گیوتین او لغو شد انسان بزرگی است و به خاطر فردی که او را بخشیده است تا پایان دنیا می رود. دشمنان پیشین سانگ در زمان خود متعهدترین دوستان سانگ شدند و سرانجام سانگ رسم کودتا، خشونت و جنگ غیر نظامی را از بین برد. خاندان سانگ بیش از 300 سال بر چین حکومت کردند. طبیعی است که در هنگام نیاز از دوستان خود استفاده کنید. دنیا مکان بیرحمی است و وجود آنها این بیرحمی را کم می کند. افزون بر این شما آنها را می شناسید. با داشتن یک دوست نزدیک چرا به یک غریبه اعتماد کنید؟ اما آنگونه که فکر می کنید دوستانتان را نمی شناسید. آنها برای دوری از بحث و درگیری هم نظر هستند. ویژگی‌های بد یکدیگر را می‌پوشانند تا همدیگر را ناراحت نکنند. به شوخی‌های هم با صدای بلندتری می‌خندند و از آنجا که به ندرت صداقت عامل تقویت کننده دوستی به شمار می‌آید، هرگز احساس واقعی دوست خود را نمی‌فهمند. ظاهراً آنها عاشق شعرهایتان هستند، موسیقی شما را می‌پرستند و از سلیقه لباس پوشیدنتان تا مرز حسادت خوششان می‌آید، اما به راستی این گونه نیست. انسان‌ها برای جبران بدی بیش از خوبی آمادگی دارند، زیرا قدردانی و حق‌شناسی کاری سخت و انتقام لذت بخش است. با انتخاب یک دوست اندک اندک ویژگی‌های پنهان او را خواهید شناخت. مردم می‌خواهند خود را سزاوار خوبی بدانند، اما شاید پذیرش محبت ملال‌انگیز باشد. دوست بودن بدین معناست که شما انتخاب شدید، زیرا یک دوست هستید، نه اینکه به راستی سزاوار دریافت چنین محبتی بوده اید. آزردن دوستان به صورت پنهانی خفت است و آرام آرام آشکار می شود. اندکی صداقت،
آزردگی و حسادت را بروز می دهد و پیش از آنکه متوجه شوید رابطه دوستی شما کمرنگ می شود. هر اندازه محبت و لطف بیشتری در رابطه دوستی نشان دهید، قدرشناسی کمتری نصیبتان می شود. ناسپاسی تاریخی عمیق و طولانی دارد و قدرتش را قرنها نشان داده است. واقعیت عجیبی است که مردم هنوز ناسپاسی را ناچیز می‌دانند. بهتر است هوشیارانه عمل کنید. اگر هرگز از دوستی انتظار سپاسگزاری ندارید، با سپاسگزاری او بی‌نهایت شگفت زده می‌شوید. مشکل استفاده از دوستان محدود شدن اجباری قدرت شما از سوی ایشان است. دوست به ندرت به شما کمک می کند و مهم این که مهارت و رقابت از احساس دوستی مهمتر است. همه موقعیت‌های کاری نیازمند وجود نوعی فاصله میان افراد است. سعی کنید کار کنید، نه اینکه دوستانی بیابید. رفاقت، درست یا نادرست، این حقیقت را پنهان می‌سازد. کلید قدرت توانایی یافتن فردی است که در آینده در همه موقعیت‌ها برای شما سودمند باشد. دوستان را برای روابط دوستی خود حفظ کنید، اما با افراد شایسته و ماهر کار کنید. از سوی دیگر، دشمنان شما معدن طلایی هستند که باید بهره برداری از آنها را بیاموزید. در زمان لازم با دشمن خود آشتی کرده و او را به خدمت بگیرید. با گذاشتن انگشت در دهان شیر انگشتتان را از دست می دهید، اما با دوستان به این نتیجه خواهید رسید. اگر آنها را به خدمت بگیرید، با ناسپاسی شما را زنده زنده خواهند بلعید. سود بردن از دشمنان را بیاموزید. شما می توانید با در دست گرفتن درست شمشیر آن را به سود خود به کار ببرید. باید شمشیر را از دسته بگیرید تا بتوانید از خود دفاع کنید. اگر از تیغ آن را بگیرید به خود آسیب می‌رسانید. خردمند از دشمنانش سود بیشتری می‌برد تا یک احمق از دوستانش. شاید ترکیب نکردن دوستی با کار همیشه خوب باشد، اما گاهی یک دوست از یک دشمن مفیدتر است. مرد قدرتمند باید بیشتر دست به کار غیر اخلاقی بزند و برای حفظ ظاهر ترجیحاً دیگران را وادار به انجام دادن آن سازد. در این گونه موارد دوستان بهتر انجام وظیفه می کنند، زیرا علاقه آنها به وی باعث می شود امیدوارتر شوند. افزون بر این، اگر به دلایلی برنامه‌های شما خراب شود، دوست شما سپر مناسبی خواهد بود. این علاقه‌مندی حقه‌ای بود که بیشتر شاهان و فرمانروایان آن را به کار می بردند. اجازه می دادند نزدیکترین دوستانشان در دربار اشتباهی را تقبل کنند، زیرا مردم به هیچ وجه باور نمی کردند آنها دوستان خود را قربانی کرده باشند. البته باید بدانید که پس از چنین اقدامی دوست خود را تا ابد از دست خواهید داد. بنابراین بهتر است برای کسی نقش بلاگردان را در نظر بگیرید که به شما نزدیک است اما نه خیلی نزدیک. سرانجام در کار کردن با دوستان مرزها و فاصله‌های لازم برای کار مشخص نمی شود، اما اگر هر دو طرف خطرهای موجود را بفهمند، به طور معمول یک دوست در مسئله‌های کاری به بهترین شکل نمایان می شود.
هرگز نباید در چنین وضعیت خطرناک بی‌توجهی کنید. حسادت و ناسپاسی همیشه در کمین است. در قلمروی قدرت چیزی ثابت نیست. حتی نزدیکترین دوستان می توانند به بدترین دشمنان تبدیل شوند. قانون سوم، اهدافتان را پنهان سازید. با فاش نکردن هدف اصلی خود دیگران را بی اطلاع و گنگ نگه دارید. اگر سرنخی از برنامه شما نداشته باشند، نمی توانند آماده دفاع شوند. تا اندازه ممکن گمراهشان کنید. آنگاه زمانی که به هدفتان پی بردند، برای هر گونه اقدامی دیر شده است. بخش اول، هدفهای انحرافی آرزوهایتان را به کار ببرید و با طعمه مردم را از صحنه دور سازید. به هر دلیلی اگر در هر بخش از برنامه‌ای که دارید دیگران حتی بسیار جزئی به اهدافتان پی برده باشند، کل طرح شما با مشکل و شکست روبرو می شود. اجازه ندهید آنها به اهدافتان پی ببرند. با گذاشتن طعمه‌هایی در مسیر طرح آنها را از صحنه دور سازید. این کار را با نیت نادرست، نشانه‌های مبهم و هدفهای انحرافی انجام دهید. آنها به خاطر ناتوانی در تشخیص درست از نادرست نمی توانند هدف واقعیتان را بفهمند. بیشتر مردم مانند کتاب‌های گشوده هستند. احساساتشان را بیان می‌کنند و نسنجیده حرف می‌زنند و همواره اهداف و آرزوهایشان را آشکار می‌سازند. این افراد به چند دلیل چنین رفتاری دارند. نخست اینکه صحبت کردن درباره احساسات فردی و اهداف آینده بسیار طبیعی و ساده است و کنترل زبان و آنچه آشکار می‌سازید سخت. دوم اینکه بیشتر مردم بر این باورند که با صداقت و باز بودن قلب دیگران را به دست می‌آورند و می‌توانند خوبی خود را به آنها نشان دهند. این افراد به راستی گمراه هستند. صداقت در اصل مانند چاقوی کند است که کاربرد آن خونریزی بیشتری به همراه دارد. صداقت شما یعنی آزردن دیگران. عاقلانه تر است که کلمه‌هایتان را سنجیده به کار ببرید. حرف‌هایی را به دیگران بزنید که می‌خواهند بشنوند، نه حقیقت‌های زشتی را که احساس می‌کنید یا می‌اندیشید. مهمتر از همه این که گشاده بودن و روراستی شما باعث می‌شود دیگران با رفتارهای شما آشنا شده و فردی قابل پیش‌بینی باشید. این یعنی بی احترامی به شما و نترسیدن از شما. فردی که نمی‌تواند احترام و ترس دیگران را برانگیزد به قدرت نمی‌رسد. اگر در آرزوی قدرت هستید، صداقت را کنار گذاشته و چگونگی پنهانسازی آرزوهایتان را بیاموزید. مهارت در این هنر یعنی چیره شدن بر دیگران. اساس توانایی پنهانسازی آرزوهای فردی حقیقت ساده است از طبیعت بشر. میل اولیه ما اعتماد کردن به ظاهر است. نمی‌توانیم با شک به واقعیتی که می‌بینیم و می‌شنویم زندگی کنیم. تجسم دائمی واقعیتی که در پشت آن چیزی پنهان شده است، ما را می‌ترساند و ضعیف می‌سازد. این حقیقت پنهانسازی اهدافمان را تا اندازه‌ای آسان می‌سازد. بسیار ساده هدفی را که انگار آرزوی شماست برای دیگران مطرح کنید. می‌بینید که آنها به عنوان هدفی واقعی به آن می‌نگرند. با تمرکز بر هدف غیر واقعی شما، آنها از پیگیری هدف واقعیتان غافل می‌شوند. در فریبکاری نشانه‌هایی مانند میل و بی‌تفاوتی را فراموش کنید.
با این کار نه تنها دیگران را از صحنه بیرون می‌سازید، بلکه آرزوی آنها برای چیرگی بر خود را تحریک می‌کنید. روشی که به طور معمول برای تهیه طعمه مؤثر است، تظاهر به دفاع از باوری است که در عمل برخلاف باور شماست. بیشتر مردم بر این باورند که این باورها و ارزش‌ها در درون شما وجود دارند، زیرا برخورد ساده و سرسری با چنین تجربه‌هایی عادی نیست. رفتارهای همسان با باورهای انحرافی خواسته‌ها، مانند خواستن چیزی که به هیچ روی مورد علاقه شما نیست، دشمنان را از صحنه بیرون کرده و باعث می‌شود در محاسباتشان اشتباه کنند. اهدافتان را پنهان سازید. البته نباید به گونه‌ای رفتار کنید که دیگران به شما حساس شوند، بلکه با صحبت بیوقفه از اهداف و آرزوهای دروغین خود آنها را گمراه سازید. آنگاه با یک تیر چند نشان می‌زنید. دوست و صادق و قابل اعتماد به نظر می‌رسید. اهدافتان را پنهان می‌سازید و دشمنان را پی نخود سیاه می‌فرستید. به یاد داشته باشید، بهترین فریبکاران برای پنهان کردن افکار شیطانیشان دست به هر کاری می‌زنند و برای پوشش بی‌صداقتی خود نسبت به دیگران فضایی صادقانه ایجاد می‌کنند. صداقت تنها طعمه‌ای دیگر در اسلحه خانه آنهاست. بخش دوم، کارهایتان را در پوشش انجام دهید. فریب همیشه بهترین روش است، اما بهترین فریب‌ها نیز برای انحراف توجه مردم از هدف اصلی شما به پوشش نیاز دارند. داشتن ظاهری آرام مانند چهره غیر قابل خواندن یک پوکرباز همیشه پوشش کاملی است و اهدافتان را به گونه بسیار طبیعی پنهان می‌سازد. با این کار اگر فرد احمقی را در مسیری آشنا هدایت کنید، هرگز متوجه دامی که برایش پهن کرده اید نخواهد شد. اگر فریبکاران را جماعتی رنگارنگ با دروغ‌های پرشاخ و برگ و قصه‌های دراز گمراه کننده می‌دانید، سخت در اشتباه هستید. بهترین فریبکاران ظاهری آرام و نامشخص دارند تا توجهی به سویشان جلب نشود. آنها می‌دانند رفتارها و کلمه‌های غیر واقعی بسیار شک برانگیز است. پس ویژگیشان را به صورتی آشنا، پیش پا افتاده و بی خطر می‌پوشانند. وقتی شما توجه اطرافیانتان را به موردی آشنا جلب کنید، آنها هرگز متوجه حقه‌ای که پشت سرشان روی می‌دهد نمی‌شوند. این امر از حقیقتی ساده ناشی می‌شود. مردم تنها می‌توانند روی یک مسئله متمرکز شوند و برایشان خیلی سخت است که تصور کنند فرد بی‌آزار و ساده‌ای که با وی در ارتباط هستند همزمان مورد دیگری را برنامه‌ریزی می‌کند. هرچه در صحنه‌سازی دود حاصل خاکستری‌تر باشد، اهداف شما را بهتر می‌پوشاند. در حقه طعمه و راه انحرافی بخش اول عملاً حواس مردم را پرت کردید. در صحنه دود قربانیانتان را آرام می‌کنید و آنها را به سمت تار خود می‌کشانید، زیرا این صحنه بسیار خواب‌آور بوده و بهترین روش پنهان کردن اهداف است. ساده‌ترین شکل صحنه‌سازی تفسیر ظاهری است. پشت ظاهری نامشخص و ساده ممکن است هر گونه آشوبی بدون ردیابی مطرح شود. این سلاحی است که قدرتمندترین مردان تاریخ کامل بودن را در آن آموخته‌اند. گوسفند هرگز غارت نمی‌کند و هرگز فریب نمی‌دهد. گوسفند بسیار احمق و حرف شنواست و یک روباه
در پوست گوسفند به راحتی به قفس بدون صحنه، طعمه، بی‌صداقتی یا رفتارهای انحرافی دیگر می توانید اهدافتان را پنهان سازید. به شرطی که در حقه‌بازی مشهور باشید. وقتی رشد کرده و به موفقیت می رسید، کتمان کردن زرنگیتان مشکل است. همه از زرنگی شما اطلاع دارند اما خود را بی اطلاع نشان می دهند و شما از خطر ریاکارترین بودن فرار می کنید. در چنین وضعیتی بهتر است اعتراف کنید. آدم دغل‌باز صادقی باشید یا اینکه بهتر است یک حقه‌باز پشیمان باشید. با این کار نه تنها بابت صداقتتان تحسین می‌شوید، بلکه در عین شگفتی می‌توانید به فریبکاریتان ادامه دهید. قانون 4: همیشه کمتر از اندازه نیاز سخن بگویید. زمانی که می‌کوشید دیگران را با کلمه‌ها تحت تأثیر قرار دهید، هر اندازه بیشتر بگویید معمولی‌تر به نظر می‌رسید و کنترل کمتری بر سخنان خود دارید. ولی اگر درباره موضوعی پیش پا افتاده صحبت کنید و آن را مبهم، بی‌پایان و رمزآلود نشان دهید، مطلبی نو به نظر می‌رسد. افراد قدرتمند با کمگویی بر دیگران تأثیر می‌گذارند. زیاده‌گویی بیان حرف‌های احمقانه را به دنبال دارد. قدرت در بیشتر مواقع بازی ظواهر است و وقتی کمتر از اندازه لازم بگویید از آنچه که هستید قدرتمندتر نمایان می‌شوید. سکوت شما دیگران را ناراحت می‌سازد. بشر ماشین توضیح و تفسیر است. آنها می‌خواهند افکار شما را بدانند. وقتی حرف‌های خود را به دقت کنترل می‌کنید، دیگر نمی‌توانند افکار و اهدافتان را بفهمند. پاسخ‌های کوتاه و سکوت شما آنها را در وضعیت دفاعی قرار می‌دهد و آنها پیش‌دستی کرده و سکوت شما را با اطلاعاتی ارزشمند از خود و ضعفشان پر می‌سازند. با این احساس که از آنها چیزی دزدیده اید، آنها صحنه را ترک می‌کنند و به خانه برمیگردند و کلام شما را ارزیابی می‌کنند. توجه اضافی به حرف‌های اندک شما به قدرتتان می‌افزاید. از حد لازم کمتر سخن گفتن تنها برای پادشاهان و دولتمردان نیست. در بیشتر مواقع کمگویی نشانه ژرف اندیشی و رمزآلود بودن است. وارهول هنرمند در جوانی کشف کرده بود که با صحبت کردن نمی‌توانید مردم را وادار به کاری کنید که می‌خواهید برایتان انجام دهند. آنها برعکس عمل کرده و رویاهایتان را خراب می‌کنند و با خونسردی کامل نافرمانی می‌کنند. یک بار به یکی از دوستانش گفت: فهمیدم وقتی ساکتی قدرت بیشتری داری. وقتی بازدید کنندگان با کاهن مشورت می‌کردند، کاهن کلمه‌های اسرارآمیزی بیان می‌کرد که پرمعنا و مهم به نظر می‌رسیدند. کسی نمی‌توانست از آنها سرپیچی کنند. آن کلمه‌ها قدرت زندگی و مرگ داشتند. هیچگاه لب‌ها و دندان‌هایتان را پیش از زیر دستانتان حرکت ندهید. سکوت بیشتر باعث می‌شود آنها زودتر به حرف آیند. وقتی آنها حرف زدن را آغاز می‌کنند، اهداف واقعیشان را می‌فهمیم. اگر پادشاه رمزآلود نباشد، وزیران فرصت کسب قدرت را به دست می‌آورند. گاهی سکوت عاقلانه نیست. سکوت می‌تواند شک و حتی ناامنی را تحریک کند، به ویژه در بالادستان شما. یک بیان مبهم و دو پهلو شما را وارد بحث‌هایی می‌کند که هدفتان نبوده است.
پس سکوت و کمتر از نیاز حرف زدن باید به وقت باشد و در موقعیت‌های مناسب به کار برده شود. عاقلانه ترین کار تقلید از دلقک دربار است. با اینکه می‌داند از پادشاه باهوشتر است ولی رفتاری احمقانه دارد. میگوید و سرگرم می‌سازد و کسی متوجه نمی‌شود که او بسیار داناتر است. گاهی حرفها مانند پوششی برای حقه‌ای که در دست دارید عمل می‌کند. با خم کردن گوش شنوندگان به سوی کلامتان می توانید آنها را منحرف سازید و هر اندازه بیشتر حرف بزنید کمتر به شما مشکوک می شوند. پرحرفها حیله‌گر و فریبکار در نظر گرفته نمی شوند بلکه بی تجربه و بیفایده به نظر می رسند. این برخلاف سیاست سکوت اعمال شده قدرت است. با پرحرفی و ضعیف و کم‌هوش نشان دادن خود فریب دادن آسان‌تر می شود. قانون پنجم: شهرت مهم است. با زندگیتان از آن محافظت کنید. شهرت اساس قدرت است. تنها با شهرت می توانید در دیگران وحشت ایجاد کرده و پیروز شوید. اما وقتی شهرت به دست آید شما حساس شده و از هر سو مورد تهاجم قرار می گیرید. شهرت خود را غیر قابل حمله سازید. همیشه حواستان به حمله های نهفته باشد و پیش از روی دادن آنها را خنثی سازید. در ضمن بیاموزید که چگونه با رخنه در شهرت دشمنان آنها را خراب کنید. آنگاه در گوشه ایستاده و بنگرید که چگونه با نظرهای مردم سرکوب می شوند. اطرافیان ما، حتی نزدیکترین دوستان، در موقعیت‌های دسترس ناپذیر و رمزآلود قرار دارند. شخصیت آنها زاویه‌های پنهانی دارد که هرگز آنها را آشکار نمی‌سازند. اگر به اندازه کافی به آن فکر کنیم، متوجه می‌شویم که ناتوانی در شناخت دیگران می‌تواند آزاردهنده باشد. زیرا قضاوت درباره دیگران را ناممکن می‌سازد. پس ترجیح می‌دهیم این حقیقت را نادیده بگیریم و مردم را از روی ظاهرشان قضاوت کنیم. ظاهری که دیدنی است، مانند لباس، رفتار، حرفها و حرکتها. در بخش اجتماعی، ظاهر به طور تقریبی شاخص همه قضاوت‌های ماست و نباید به اشتباه به سوی دیگری منحرف شوید. لغزشی نادرست، دگرگونی ناگهانی یا ناشیانه در ظاهر شما بسیار نامطلوب خواهد بود. به همین دلیل کسب و نگهداری شهرتی که از آن خودتان است و خودتان آن را آفریده اید اهمیت دارد. چنین شهرتی در بازی خطرناک ظاهرها از شما پشتیبانی می کند و چشمان جستجوگر اطرافیان را از شناخت واقعی شما منحرف می سازد و باعث می شود که چگونگی قضاوت دنیا از خودتان و موقعیت قدرتمندی را که در آن قرار دارید کنترل کنید. شهرت قدرتی سحرآمیز دارد. با ضربه عصای جادویی‌اش قدرتتان 2 برابر می شود یا حتی می تواند مردم را به سرعت از شما دور کند. اگر کارهایی به طور کامل همسان، گاه وحشتناک و گاه عالی به نظر می رسند، به شهرت اجرا کننده بستگی دارند. نخست باید برای تثبیت شهرت تلاش کنید. شهرت برای سخاوت، صداقت یا زیرکی. این ویژگی شما را مجزا کرده و باعث می شود دیگران درباره شما حرف بزنند. آنگاه
تا اندازه ممکن در میان مردم مشهور می‌شوید، اما حواستان باشد که با زیرکی و به آرامی شهرت را پایریزی کنید و خواهید دید که مانند برق گسترش می‌یابد. شهرت استوار حضور شما را گسترش داده و توانایی‌هایتان را بزرگ جلوه می‌دهد، بدون اینکه مجبور باشید انرژی زیادی مصرف کنید. افزون بر این، فضایی اطرافتان به وجود می‌آورد که احترام و حتی ترس را به ذهن دیگران می‌افکند. شهرت گنجینه‌ای است که به دقت اندوخته و گردآوری می‌شود، به ویژه وقتی برای نخستین بار آن را ماندگار می‌کنید. باید به دقت از آن پشتیبانی کرده و انتظار هر گونه حمله ای را داشته باشید. وقتی شهرتتان ماندگار شد، با تهمت‌های دشمنان عصبانی نشده و حالت دفاعی نگیرید، زیرا اعتماد را از شهرتتان گرفته و به آن ناامنی می‌بخشد. قدرتمند حرکت کنید و هرگز در دفاع شخصی درمانده به نظر نرسید. به بیان دیگر، حمله به شهرت سلاح قدرتمندی است، به ویژه وقتی شما از او کمتر معروف باشید. در این نبرد او چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارد و زمانی که بخواهد رفتار متقابل داشته باشد، شهرت اندک کنونی شما هدف کوچکی به او می‌دهد. بارنام در نخستین رقابتش چنین برنامه‌ای را اجرا کرد، اما این تکنیک باید با مهارت اجرا شود. نباید در ظاهر در یک انتقامگیری کوچک شرکت کنید. اگر شهرت دشمنانتان را هوشمندانه تخریب نکنید، با بی‌توجهی شهرت خودتان را نابود می‌کنید. توماس ادیسون، مخترعی که الکتریسیته را مهار کرد، باور داشت که سیستم عملی باید بر اساس جریان مستقیم باشد. وقتی دانشمند سربی نیکولا در ابداع روشی بر اساس جریان متناوب موفق شد، ادیسون خشمگین شد. او شهرت تسلا را هدف قرار داد و این باور عمومی را بنا کرد که سیستم جریان متناوب ناسالم است و او با ارائه آن بی‌مسئولیتی خود را نشان داده است. ادیسون برای رسیدن به این نتیجه انواع حیوانات خانگی را با اتصال به جریان متناوب کشت. از آنجا که این نتیجه کافی نبود، در سال 1890 از مسئولان زندان ایتالیایی نیویورک خواست که نخستین اعدام با صندلی برقی جهان را با به کارگیری جریان متناوب اجرا کنند. اما آزمایش‌های مرگ برقی ادیسون با موجودهای کوچک انجام گرفته بود. در نتیجه بار الکتریسیته بسیار ضعیف بود و متهمان نیمه جان می شدند. در وحشی ترین اعدام قانونی کشور این مرحله ها باید تکرار می شد. نمایش وحشتناکی بود. هرچند نام ادیسون ماندگار شد، اما رفتارش در آن زمان شهرت وی را بیش از نیکولا خدشه‌دار کرد. زیرا ادیسون حرفش را پس گرفت. درسی که از این ماجرا می‌آموزیم ساده است. هرگز مانند این ماجرا در بیان جمله‌ها خیلی پیش نروید، زیرا توجه دیگران بیشتر به انتقام‌جویی شما جلب می‌شود تا شخصی که به او تهمت زده اید. وقتی شهرت شما محکم و استوار است، تکنیک‌های زیرکانه مانند طنز و مسخره کردن را برای ضعیف ساختن رقیبی که شما را همانند آدمی بدسیرت از میدان بیرون کرده به کار ببرید. شیر نیرومند موش سر راهش را سرسری می‌گیرد. هر واکنش دیگری شهرت او را خدشه‌دار می‌کند. برای رسیدن به معدن زمین را حفر کنید. آن را یافتید و ثروت شما اکنون تضمین می شود. پس با زندگیتان از آن نگهداری کنید.
دزدان و راهزنان از هر سو نمایان می شوند. هرگز ثروت خود را قطعی فرض نکنید و همیشه آن را از نو بازسازی کنید. گذشت زمان جواهرها را مات کرده و از دید پنهان می سازد. استثنایی وجود ندارد. شهرت مهم است و هیچ استثنایی در این قانون وجود ندارد. شاید با بی‌توجهی و اندیشه‌های دیگران درباره شما شهرت بی‌ادبی و خودپسندی نصیبتان شود، اما در نوع خود می‌تواند تصویری ارزشمند باشد. از آنجا که باید در اجتماع زندگی کنیم و به باورهای دیگران اهمیت دهیم، با نادیده گرفتن شهرت چیزی نصیبمان نمی شود. با بی‌توجهی به افکار دیگران باعث می شوید آنها برای شما تصمیم بگیرند. حاکم سرنوشت و همین گونه حاکم شهرت خود باشید.